ز تشویش کجاهنگان گذشت از راستی طبعم. مگر این حلقه ها بردارد از ره بی سنانی ها. باز اینجا هم طبع شعر خودش رو با تشویش کجاهنگان ارتباط میده و میگه که این راستی طبع ما به خاطر این آدم‌های کج آهنگ گذشت، یعنی با طبع راست و مستقیم، با سخن درست نمیشه این آدم‌های کج آهنگ رو با ایشان هم نوا شد. در مصرع دوم چی میگه؟ مگر این حلقه ها بردارد از ره بی سنانی ها. اینجا به یک بازی اشاره داره. اتفاقا این غزل رو وقتی بنده انتخاب کردم یکی از نکته هایی که داشتم در نظر همین بود که در این غزل چند تا از مضمون